سلام و درود خدمت دوستان عزیز. با یه ویدیوی جدید در خدمتتون هستم. در این ویدیو میخوام یه بروکری خوبی که برای ایرانی ها خدمات میده بهتون معرفی کنم. این بروکر زیر شاخه وینزور بروکر هست. متاسفانه وینزور بروکر 2 سالی هست که خدمات رو به ایرانیان قطع کرده، ولی یه چاره‌ای هم به فکر اونا کرده که مثلا یه بروکری به نام WM Market زیر شاخه وینزور بروکر هست. کلن تیم پشتیبانی و ایناش هم یکی هستن، کلن همه چیزش من خودم بررسی کردم، هر دوتاشون رو تست کردم. چند سالی هست که مثلا روی اون ترید میزنم. تمام تریدرهای بزرگ ایرانم قبلا آشنایی داشتن با وینزور بروکر. اینجا این وبسایتی هست که بررسی 0 تا 100 وینزور بروکر هست. اگه خودتون سرچ بزنید در مورد وینزور بروکر، کلا از سال 1988 میلادی دست به کار شده. این تقریبا 37 سال و خورده‌ای هست که تو این حوزه کار میکنه و خدمات میده. 2 نوع حساب دارن اینا، حساب پرایم دارن، حساب زیرو دارن. وینزور بروکر WM مارکت هم همین جوریه. الان اینجا براتون توضیح میدم که متوجه بشیم. اسپراداشون اینجوری هست، لورجشون اینجوری هست که خودتون تو تصویر میبینید، فارسی هست. برای حساب پرایم حداقل واریز اولیه $50 است. برای حساب زیرو حداقل $1000 است. اسپرد از 0 پیپ در نمادهای اصلی فارکس بدون حساب اسلامی. اینجا حساب اسلامی هم دارن اینجا، ولی در WM مارکت هم لینکی که براتون میذارم از اون استفاده کنی. حساب اسلامی هم دارن. چون الان وینزور بروکر به ایرانی ها خدمات نمیده، من خودم تو هر دوتاشون اکانت دارم. تیم پشتیبانیشون هر دوتاشون یکیه. این مال وینزور بروکر هست که من هم دیپوزیت انجام دادم، هم برداشت انجام دادم. اینجا تو هیستوری خودتون میبینید. اینم مال WM مارکت هست. کلن پورتالشون همه چیزشون مثل همه، شبیه همه. اگه نگاه بکنید اصلا هیچ فرقی با هم ندارن. کلن تیم پشتیبانی همه چیزشون یکی هست. 4 تاشون یعنی هر دوتاشون یکی هست. من خودم بررسی کردم. الان آموزششو براتون میذارم. برای ثبت نام من این لینک رو تو دیسکریپشن ویدیو براتون قرار میدم که روی این لینک اکانت درست بکنید که اکانتتون فری سواب و بدون کمیسیون باشه، که حسابتون اسلامی باشه و دیگه برای هر لات یا برای هر پوزیشن باز کردن که کمیسیون یا سواب ازتون کسر نشه از حسابتون. وقتی روی این لینک میزنید یه پنجره باز میشه. اینجا میتونید اگه لنگویج انگلیسی بود میتونید فارسیش کنید یا همون انگلیسی، هر جور دوست دارید. اینجا نام خانوادگی، شماره تلفن، یه ایمیل میذارید. اینجا میتونید رمز عبور رو از مثلا چند تا شماره یا از همون هشتگ و اینا استفاده کنید که اینا کلن سبز بشه و بعد این تیکا رو میزنید، این 2 تا تیک، بعد ثبت نام رو میزنید. وقتی ثبت نام رو زدید اینجا سیو پسورد میاد، میتونید اینو سیو کنید. بعد اینجا تایید ایمیل برای شما میاد، ارسال مجدد ایمیل. ما اینجا ایمیلمون رو چک میکنیم که مثلا یه ریفرشی میزنیم. این اکانت اینجا برامون اومده که مثلا اکانتمون تایید بشه. تایید آدرس ایمیل. الان تایید میکنیم که اونجا بتونیم الان تبریک میگوییم. الان
تایید شد. اینجا یه ریفرشی میزنیم که ایمیلمون تایید شد. الان پروفایل خودتون رو تکمیل کنید. نحوه پروفایلش هم اینجوری هست، مثلا عنوان، مثلا سرکار خانم یا جناب آقای فلان، تابعیت ایرانی، بعدی آدرس، اینجا پلاک خانه، شهرستان، روستا، استان، کد پستی، شماره تلفن. مثلا اینجا می نویسیم هر کجایی هستی، مثلا خودتون اینا رو پر کنید. من که ایران نیستم تا آدرس و پلاک و اینا رو بهشون بدم، ولی من یه چیزی الکی می نویسم، مثلا تهران، پلاک 115. اون کد پستیش هم نمیدونم کد پستیش چه هست، یه چیز الکی. بعدی موقعیت شغلی، خود اشتغالی، بازنشسته، بیکار، دانشجو، سایر، هر کدوم هستی. مثلا سایر موارد، منبع درآمد، پسنداز، تحصیلات، مثلا هر کدوم از اینا، کارشناسی، آموزش متوسطه یا هر چیزی، درآمد سالانه تا $15,000. بعدی اینو نکست میزنیم. برآورد هضم لات ماهانه زیر 50 لات، برآورد معاملات ماهانه کمتر از 50 لات، هدف از معامله، سرمایه گذاری. بعدی آیا در زمینه معامله گری تجربه دارید؟ بله. در طول 12 ماه گذشته بیش از 50 لات. سابقه خودتون 1 تا 3 سال، 3 سال یا بیشتر. من که بیشترم. اینجا نکست میزنم. اینجا لورج یا همون لاورج هست، 1 به 1000، 1 به 500، 1 به 400، هر کدومو دوست دارید. ولی اگه حجم پولتون کمه، مثلا 1 به 2000 حساب کنید که بتونید بیشتر با اون حجم کم مثلا پوزیشن های بیشتری باز کنید. بعد نکست میزنید. اینجا این دوتا شرط رو میتونید اینجا توافقنامه حساب مشتری را بخوانید، اینجا رو بخوانید با دقت. بعد این دوتا تیکو بزنید و پایان. من یه لحظه ویدیو رو پاس کردم که کلا کامپلت پروفایل بشه. بعد از اون که اون حسابمون کامپلت پروفایل شد، اینجا برای باز کردن حساب، اگه حساب کوچیک میخواید باز کنید، مثلا زیر $1000 هست، از همون پرایم استفاده کنید بدون حداقل واریزی، اسپرد از 1.0 پیپ بدون کمیسیون. انتخاب MT5 یا MT4، متاتریدر 5 رو انتخاب کنید. بعد ارز USD، بعد همون رمز عبوری که برای ساختن ایجاد کردیم، اینجا ایجاد یک حساب حقیقی میکنیم به همین نحوه که مثلا من براتون توضیح دادم.
حساب باز میشه. بعد اینجا اثبات مدرک شناسایی میاد، آیدی کارت، گذرنامه، گواهینامه، قسمت جلو، پشت اینا. بعد تاریخ سررسید، تاریخ اکسپایر، شماره مدرک اینجا باید بذاری، اینجا آپلود کنی، ارائه مدرک. بعد اینجا 2 بخش هست، اثبات مدرک شناسایی، بعد از اون گواهی محل سکونت. این 2 تا گزینه باید کلن گواهی محل سکونت هم 2 تا عکس میخواد، باید اونم بذارید که کامپلیت پروفایل بشه. اینجا واریز میزنی، ولی تا کامپلیت پروفایل و اپلود مدارک اینا تکمیل نشه واریز انجام ندید. بعد از اون واریز انجام بدید. این هم شماره حسابتون هست، این هم اینجا واریز میزنی. واریزشون هم از طریق ارزهای دیجیتال هست، انتقال بانکی هم دارن. گزینه های انتقال بانکی برای کشور اسلامی فکر کنم انتقال بانکی ندارن الان، ولی میتونید از این گزینه ارزهای دیجیتال استفاده کنید. از USDT TRC20 یا همون شبکه ترون استفاده کنید که این کارمزدش از همه کمتره. بعد میای آدرس کیف پول خودتون رو اینجا میذاری، همون کیف پولی که میخواید حسابتون رو شارژ کنید. مبلغش هم مثلا برای اون حسابی که ما ساختیم $50 کمتر نیست. مثلا شما $100 بزنی یا مثلا $500 اینجا میتونید $500 بزنید، ولی اگه بیشتر از $500 مثلا $600 بزنید میتونید اینجا این تیک هم میزنید، میتونید بونس هم بگیرید. بعد ادامه میدید. اینجا آدرس رو باید وارد کنیم، آدرس والت رو باید وارد کنیم که یه همچین چیزی، ولی آدرس میگه این آدرس TRC20 نیست، باید یه آدرسی بیاریم. بعد از این، چون من الان آدرس ندارم، آدرس بلد ندارم، اینجا این گزینه نمیتونم رد کنم. بعد از اون یه آدرسی بهتون میده، برای اون آدرس در عرض نیم ساعت پولتون رو باید بفرستین. بعد از اونم دیگه پول میاد رو حسابتون، میاد اینجا. این شماره حساب رو کپی میکنید روی متاتریدر 5 با همون پسوردی که اکانت رو ساختیم لاگین میکنید و دیگه حسابتون آماده ترید هست. برای برداشت هم اینجا اگه پول واریز کردی این گزینه هم فعال میشه. کلا تیم پشتیبانیشون هم هر وقت بهشون تیکت بفرستی یا مثلا پیام بدید اینجا میتونید با پشتیبانی حرف بزنید. مثلا اینجا برای تیکت هست، گفتگوی زنده آنلاین 24 ساعته دارن، ولی کلا تو روزای کاری هر وقت مثلا از ساعت 9 صبح تا 24 ساعته میتونید هر مشکلی داشتید با تیم پشتیبانی تماس بگیرید. خلاصه این بود یکی از بهترین بروکرهایی که به ایرانی‌ها خدمات میده. بعد اسپردش هم خیلی خیلی کمه. برای طلا 22 پیپ هست. بعضی از بروکرهایی که به ایرانی‌ها خدمات میدن اسپردشون بالای 30 پیپ هست. بعد کارمزد میگیرن، سواب هم میگیرن خیلی هاشون، ولی این نه سواب داره نه کارمزد میگیره، فقط همون اسپرد هست. 22 پیپ هست برای اون 3 جهانی طلا. امیدوارم
مفید بوده باشه برایتون. تا ویدیوی بعدی به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.